البته هر وقت لابیگری برای طالبان یا دلسوزی به دارایی‌های مردم افغانستان. بر اساس نامه‌ای که به افغانستان اینترنشنال رسیده، شماری از مقامات دولت پیشین افغانستان از ایالات متحده آمریکا خواستند تا 7 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان را آزاد کند. در پای این نامه امضای فاطمه گیلانی رئیس پیشین سرمیاشت و سلطان برکت رئیس مرکز مطالعات منازعه و امور بشردوستانه در قطر درج است. در این نامه دلیل آورده شده که گویا بانک مرکزی افغانستان مستقل از طالبان فعالیت می کند و از این پول آمریکا نباید برای پرداخت غرامات استفاده کند. باید گفت که چنین نامه‌ای در کار نبود که ما با پای از او امضا کنیم. البته در جریان مجلس بحث و گفتگو صورت گرفت تا اینکه ذخایر ارزی مردم افغانستان و آنچه که پشتوانه بانکی مردم افغانستان است نباید برای مسائل بشردوستانه و همچنان به خاطر غرامات جنگی، یعنی امریکا نباید از پشتوانه ارزی افغانستان برای غرامات جنگی 11 سپتامبر به کار بگیرد و همچنان هیچگاه در مورد بانک مرکزی افغانستان بحث در این مورد صورت نگرفت. ایالات متحده آمریکا پس از روی کار آمدن طالبان این پول را از دسترس طالبان خارج کرد. آمریکا دلیل این کار را شامل بودن گروه طالبان در لیست سازمان‌های تروریستی سازمان ملل متحد و عدم به رسمیت شناخته شدن طالبان را از سوی جامعه جهانی می‌خواند. اما گفته می شود که واشنگتن از مدت به این سو در پی آن است تا تضمین‌هایی را از بانک مرکزی به دست آورد تا اطمینان حاصل کند که این بانک مستقل از حکومت طالبان فعالیت می کند. این که طالبان هم در ضمن مفاد میکنند این شک نیست، اما مفاد بهبود اقتصاد افغانستان در مجموع به نفع طالبان است. بنابراین ما به هیچ صورت مخالف بهبود اقتصاد نخواهد بودند مگر اینکه حق خود استفاده باشند. هرچند شماری از مقامات دولت پیشین که نامهایشان در این لیست شامل است در مورد اظهار بیخبری می کنند، اما روشن است که آنها قبلا در این مورد جلسات با هم داشتند با آنکه در پایان لیست امضاهایشان دیده نمی شود. محمد علم ازدیار معاون پیشین مجلس سنا. ازدیار، این نامه چه داستانی دارد؟ چرا که نام شما هم در اونجا گنجانده شده در این نامه؟ این نامه از طرف ما و جمع دیگه که در اون جلسه اشتراک داشتیم مورد تایید نیست، قطعا نه فرمش و نه محتوای از این نامه. در رابطه با بانک مرکزی افغانستان، استقلالیت بانک افغانستان و سپردن دارایی افغانستان به بانک قطعا بحث صورت نگرفته و ما مورد تایید ما قطعا نیست. چیزی که در اونجا بحث شد این بود که امریکا و یا کس دیگه حق ندارد که از دارایی مردم افغانستان غرامت قربانیان جنگ 11 سپتامبر بپردازد. این مسئله مورد تایید بود که به عنوان دارایی مردم افغانستان، پشتوانه پولی و اقتصادی افغانستان باید محفوظ باقی بماند و بحث بانک مرکزی و انتقال پول به بانک مرکزی قطعا مطرح نبود و مورد تایید ما نیست، به دلیل از اینکه دلایل مختلف وجود داره که هم استقلالیت بانک و هم مدیریت بانک از جهات مختلف مورد سوال است. با این اساس از دید ما و از دید تعدادی از شرکت کنندگان این نامه قابل تایید ما نیست. خب شما چی میخواستین آقای ازدیار؟ چی میخواستین گنجانده شود در اون نامه؟ فقط دو مورد و بحث گرفته شد و اصلا این نامه با ما شریک نشده، این نامه با ما مشورت نشده، تفاهم صورت نگرفته. از نام ما متاسفانه اینا سوء استفاده کردن در نوشته از این نامه. فقط بحث پول منجمد شده افغانستان بود. خدا خموش، فعال حقوق زنان از اسلو همراه ما هستند. خانم خموش، شما صحبت‌های خانم گیلانی را در نشست دوحه در واقع در آنتالیا چگونه ارزیابی میکنید؟ سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. خانم گیلانی البته احترامانه نمیتونم برش بگویم که یک خانم هست، از صحبت‌ها، از رفتارهاش به عنوان یک خونخور میتونیم یک پسوند یا پیشوند برای نامش بدیم، چون اینا
به نمایندگی از خودشان اینجا آمدن و حرف از زنان افغانستان به نمایندگی از زنان افغانستان میزنن. اگر خانم گیلانی آنقدر میفهمه که در اوضاع افغانستان برای زنان افغانستان آرامش داره، پس چرا خودش در افغانستان زندگی نمیکنه؟ پس وقتی که یک شخص، یک زنی مثل خانم گیلانی، مثل خانم غفاری، مثل دیوه پتنگ آرامش خاطره داشته باشه، نان داشته باشه، آب داشته باشه و خانوادهش در آرامش به سر ببره، چی در کرده میتونه به زنی که فرزندش به سینه او به گلوله بسته میشه، به سینه او گلوله میزنن، یا فرزند کسی که او در زندان در اسارت طالبان به سر میبره، یا مادری مثل عالیه که 6 ماه در زندان طالبان و کودک شیرخورش با بیمادری به سر میبره، و یا هزاران مادری که برای از دست دادن جان فرزندانشان زندگی میکنن. آیا فاطمه گیلانی میتونه بیاید به نمایندگی از مادرانی که فرزندانشان از دست میدن و به خون و مرگ مواجه میشوند نمایندگی بکنن؟ نه. زمانی فاطمه گیلانی میتونه بیاید در افغانستان زندگی بکنه و فرزندش پیش چشمایش به گلوله بسته شود، آن وقت میتونه که بلی طالبان به رسمیت شناخته شود و طالبان تعامل شود با اینا و اینجا به افغانستان میتونه آرامی بیاید. وقتی که یک زنی از میدان هوایی با وحشت و دهشت از طالبان فرار میکنه و در میز مذاکره و در میز نشست میشین از طالبان طرفداری میکنه، من نمیفهمم سمت و سوی اینا به کجا قرار داره. خب آیا فعالان مدنی و حقوق زن در افغانستان به دو گروه سنی مختلف و دو نسل با دو دیدگاه تقسیم نشدن؟ چون دیده میشه که جوانترها معترض و مسنترها محتاط هستند. شاید در همین جهت بررسی کرد نگاه خانم گیلانی را یا نه؟ نه خیر، این گونه نیست. ما زنایی هم داریم که دارن از طالبان بی‌طرفانه در شناخت طالبان ایستادگی میکنن. این جوانا و محسنا نداره. یک ایده‌ای که ذهنیت طالبانی داره و طالبان در با همو پوشش و با همو خواست خودشان میخواه، اینا فقط تشنه کرسی هستن. حالا میخوان با طالبان گونه تعامل بکنن که یک کرسی به سمت وقتی که افغانستان به دست طالبان برایشان برسه. اینا تشنه قدرت هستند. خانم خموش، روزه گرفته شده، اینا میاین از طالبان با طالبان تعامل میکنن و صحبت میکنن. به نظر شما امکان تعامل با طالبان و تغییر دادن اونا از طریق گفتگو و سازش وجود داره؟ من فکر نمی کنم، چون ما نشستای بن هم داشتیم، 2 سال در دوحه هم گفتگو کردیم. پس طالبان اگر با صحبت و گفتگو تعامل بکنن و یعنی با مردم سازگاری بکنن که در همون دوحه ناکام نمیماندیم، در بن ناکام نمیماندیم. ما اونا نمیتونن با مردم سازگاری بکنن. طالبان باید اول از مردم مشروعیت بگیرن، از جوانان مشروعیت بگیرن، فعالین مدنی مشروعیت بگیرن، بعد بیاین در میز مذاکره با خارجی ها بشینن. اینا حکومت برای مردم میکنن، نه برای خارجی ها. اینا حکومت برای جوانان، برای آینده افغانستان میکنن.